دارم آقای. سلام. خوبی؟ ایگام آلیا یه سوالی بعد داشتم. بعضی بینندیل پیام دارن گفتن اثر مرد خوبی نیسته، کلاهبرداره، داخل یه فیلم ده پدر بزرگ نمیتونه اسم بتول بی. نباوش اعتماد میکنی. من همینه ول گفتم نباوی آرن اعتماد کنی. تو زود به همه اعتمادی چردی. خواهی نه هم سیدی اون روز چه قرار بی چی بیایه جایی چومه خواست برای تغییب شکیم نه صاحب نشکوره نه آلیو تو هم راست گوشی برای تغییبش کنی. وقتی اومی رو با نبود کن چه هنی و چیله مثلا کاری مکر چی بفهمی من خواهم این کار کنم ها تا اوسه چه ره اوسه تعقیبش کن من کاری تنشی من نقشه خبر دارو بود. خب من همین کار کنم هم وانه که شو خوش به چیله با تغییبش کنم خونش رو پیدا کنم و خانوادش رو پیدا کنم و نه واقعا وکیله یا خود چند کلی عوض رو بگیریم خب دست در نکنه چه احترام بدی با از بینندیل تشکر کنین خوب به ایمان ای فهمونه. خیلی ممنون بینندگان چون ما حمایت میکنی و کمک میکنی از همه یه موضوع احترام بودی خیلی ممنون باید تغییرش کنم Yasemen. Gelecek mi? Ha? Hiç yanıta olsaydı ya. Olur abi. Oyun tunç. O kadar.
دارم خاک مرا خاک خورد خب Good. Good. Anlamasın o hamile neyse. Oluyor ki o doğru. Havayı o his. Şunu. Götürdüm o kadar. Right, right. This. Right.
اونجا کلا خالی میشه. تا بخواب رو بوده. خود خیلی دنبالش گشتیم هیچ که ندیدیم. خیلی آدم بود با خاطر همین چیزی نفهمیدیم. علی هم گفتم علی هم خیلی دنبال گشت هم خیلی شلوغ بود. ما چند تا بود مرد شد بود 1000 تا مرد بود. بگم سس فکر کنی امروز همی اثر یا پاشتی بیای جلدا خیلی جوری تغییرش کنم نشکلش بفهمم شاید هم کار خوش بیام برای لخت بزنی خوش رضا باید تغییرش کنم هیچ که میفهمم اگر از تغییر کنم تو چه فکر کنی؟ من هم بهش 6 دارم. همون روز چه خواستم نامه رو بخونم نذاشت بینندیال پیام دارم به خاطر همین خیلی ازش 6 داره. الان چی بیایید چیزی مگو در مورد همین قضیه چی باید گفتم تا تعقیبش کنی همه چیز بفهم. نام خانم مسومن ای سر چی منتظر شما نومن نچکی نگاه آدیو ها همین ادی زن جنزه عادی اون چیز من خبر پیدا چی بی ها الی بی ایگو میان رضا همون زا و او باله بیاین میادش حقیقت باش بگو بپرس. خوبه خبره زنگ به بتیس نبتیس آنها و آیا بتیس ما برن آیا بتیس نما هم بریم خون جمع آلیا سکو بیا ایگوش نبچه زن بیزای پلیس رضا همون زایش بیا رضا نه دستگیر کنه. یعنی بتیس ها شما رو پلیس هست؟ سیف سده آیا رودی ابراهیم نه صافی مرکز پلیس بفرمایید. ببخشین میخواستم یه مردی ندازی کنم امروز نمیتونی بیای؟ میتونی بیایی؟ مرد اسمش کیه؟ رضایه پدرمه پدرته؟ بله خیلی خیانتکاره خب خانم امروز تعطیله. خب توی فردا بیاید. امروز تعطیله خانم. امروز خیلی خوب فرصتش خوبه فراریه الان تو خونه شونه امروز بجافت میشه خیلی خوبه خب خانم الان نیرو نداریم در اختیارمون که بفرستیم بیسی تو. امروز تعطیله. صبح یه فرصتی مسجد صبح زنگ بزن تا ما بیایم دنبالش. خب خیلی ممنون خواهش میکنم. خدا خدا آلیا خیلی بدشانسی اینه از مشکل ما. نام ببخشید من شانسی ما هم امروز تعطیل امروز چطور بله بله تنیا کاک آلیا یه نقشه مزه سرو الان خب پلیس دیگه نیام ایدونیم رضا چی داخل خونه شونه
الان رضا داخل خونه شونه ایتیم رای رضا من خونه شو زندونی کی تا سواش و پلیس بون پلیس بیادش بزند خوب فرصتی ولی تو خونهشون نیو داخلی یه عموری ولی تو خونهشون زندونی شکنی نه داخلی یه عموری باز زندونی شکنی بله خب خبره یاسمن مواظب ابراهیم و مجگان بود تا ما بیایم خب من مجگانم ابراهیم مجگان خالم ابراهیم ود مجگان همتای سکون یعنی یه برای زمانی که موتی هست وصول دكتور بخير إنه ما صحيح ياخذ ديومه تيجي ميخام برامو فدرتهم همش نشخه غذایی يخام کاری کنم شب غذا های خوش برای بطالین آزاد نظام یعنی طالب ها ابراز ابراهیم مجگان بود هر مرد غریب بیمه بگو مادرم نرینه برو نتور بریم بانکو بیا بالا. غذای زیر میگه غذا هم نشونه خموری ها. غذا درستشه؟ بلایت وسط او امام به تجربه شیشه لگیش خوب شد. غذا هم شیشه دیشان خوش منی بیرون. علی نه بی رضا ما شیشه ل خوب شده. زوم یا آقا محمودی بی اومه. نلیشتش. از این خواست میشه خوب کنه. های سلام ای خاصم روام رزان بجریم دستش کی وزن زي ما بليس يروح ضوما بين نوما يصير تاني يا كاوتي بدر ذات هيك ما كمش عليه بايا من يتوزن مشكلة تمومني تحمل دالي واشكر زندونيش كلي تا بليس بيرجرش يا بليس بيا يا هاخش يا كاري تشوف توانم بجریم میشه اعتراف چی نجایی کسی اینی کرده چه اینی به این دار خب بریم همه با تو بیام و یه قضای نامه ساله سوسه حواس بویه میگه واسو در نهار تراس کن چی نسوسه تمام ما بریم دستش حالا لازم بیام بردو کنی دير ماشي هم خدتهم في مرة بتا يا وانتري يا اخي من قراري دو چفچه سلام حميدني بفهم قم الطالين بس يزندون رفتي فيش این زوسی رفتي مامان نمی داخل چی فیش تاخد تقول مني فهمو یه سیتی گفت یه چیزی میگفت يتي كاري شي ها؟ تكني
خب کار آقا وجدان خمه همه کار وجدان تو گوش من بگی ما آقا بوده بازاری کنم همه کار زوری بود نه اما با الان دختر منی آزاد. چطور گوش من میگیری ابو چطور طالب آزاد تو چی گوینه کار منی؟ من با یه صحبتی کنم دوره تحت سن کار با تو نه من با یه صحبت سرابتی دار من یه چینه دارم سیت بخو سه تا ساختمون یه یه جای دیگه نامه چند نفر یه مرد غریبه یا یه نامه فرسته و گریاره نکنین کار خطه چه دیشه ها کارتنه؟ ها کار خمه خالی این مرد چیه آقا میبینیمش اون تفسیرش ایگو یه ساختمون زنه نام بیا برا اعتراف بکن چه کارتنی کار چردی چه مواد نمین چیفیو ابو طالب آزاد کن بعد تا نما ما دو ما آزادی کنم کاری به این نی تو کاری به این من آشته بود تو بعد گوشه من یه اون نمیارم برا بیارش اول؟ برا آزادش هر وقت چه آزاد شکنی یا نه؟ ای گم ما چه اول بعد گم ابو طالب و فلان چنان بعد زیدون چنان بعد تو همه دید الان تو ابو طالب نوشت نه. زندون من نبیزیم زیدون دروی کنی کار خشه همه کار دستش بریم الی دونی کن ها یه ایتن اطراف میکنی بیا تا بجوری میشه یه انباری تو بالایی این هیمدی همونجا پیش که ماما اونو باید من بوری ای ری و هر حقیقت صحبت در دست من فراری کنه فراری من هر حقیقتی زنم سکار باید تو بگی. کار خطه قبول یه داری کارتی چی چی کار نمیدونی کنی؟ ها قبول داری چی کار خطه؟ نه. نه نه. نیره نه بکن بعد آبرا بمیری برا. مثلا من جای نیا بیاو من جای نیا من کاری نکردی من نه خب با همون بیاو بکولو برم کوه به کار داری سیمه بگو آقا برم کوه تو ایره قشنگ ایگو چی کار خمه ای کار چنم یا نی ایدی کار نی کارت نی کار نی یه چی بگو چی این کار نکردم کار من نی کار خطه کار خطه بیرون کار نی خصوصی ده بده یه راج کارت نیست آره دیگه گوشم بگیه ایدی ایخوام یه حرفی از بزنم ایدی ایخوام یه حرفی از بزنم نیخوام با صحبت ایخوام دو تا کلام صحبت کنم سته یکی هی چهار تا ساختمون یه شیخ خواب بزنیم نام و جو بعد واسه خود برانکو خطه فقط باید کاری نکردی کاری نکردم چه؟ الان خیلی بریم کوه جریان چه بیا تا سی دو آدم خانه تو باید خورد کنم برام که خیلی کوه آلیه بودی کاره بعد از به تو چه کاره ای؟ همه کاره یا من همه کاره یا بعد از من بیا بیا داخل بیام داخل سی بعد بیام داخل سی چی؟ ما بخوایم همین صحبت کنید بیا داخل بعد چه کاری؟ بیا بیشی سیکوماتی در یک کلی اخیل چه بکنید چه کاری؟ یه بارده و تیگام نوش روش یه بارده و تیگام ای روی و جردن بجاقی این آزاد کنی همه ما همین نونو ما بود طالب خبر ندارم ما بود طالب خبر ندارم بشین شیرو بشین شیرو خب بگم که خیلی زدانی که خیلی بیاری میرو میره گولی زنین قرص قرص بدم کو فرار کنی وای گوی یه فراری دیگه بشین بشین دشنج بدم کو علی فرار شدن ری علی پایم درد میکنی من نیترامو پیرمیر دام ده پیرمیر نیترامو پیرمیر کار دیکنی یا پیرمیر بیدید چی چه موچن میخوای پاچه کنی؟ گوانش بدم کو علی بدم کو تا تو بوده ده کار کنی علی جنو پاتو درا تورینی من خبر بود طالب نارم باز علی این کار کنه سیکون خب اسم زلون یا اعترافی که چه کار خطه یا حتی حکومت میزا کار منی
میخواد بدونه داد هر این هیچی نی نه تو حسی که الان باید نه بگوی هم زفت خاطی زفا هیچ که هم به داد نیرسه هیچ یا که داد هم به خلفتی داد بوده. نیرسه هیچ که که در بیاونه آی بینی بهتی گو آیا. اجل همی الان ایگوی اجل ایگوی چی کار خطه تا زنگ و پلیس بیا همین ما خبر طالب نه بیا برای خب همین آیا جای همین پشیمونی جای بود. تازه و پلیس هم دید پشیمونی بود. آخرش اینه اعتراف گفته کنی. تشنه میرون پشیمونی بود یا درو گسته نبچشی خود اعتراف کنی ولش کن تا وقت اعتراف نشی نمیذار فهمیدی؟ علی مکی کاره بیا خب آلیا قول لوری کار خطه؟ خلفه علی پشیمونی بود خان پشیمونو علی مکی کاره چی نجبته؟ خب نه یه وقتی ما بیایم تیمی ترسان فرار کنیم چیل تی خودبویی بهتره هر وقت اعتراف چه اطلاع بده باش آلیا علی تو پسر ندی بابا ترتیقای باش نکن خب ایگو کار خطه ای کار چردی تتم بلا واسه منو بود ایگو کار خطه با ابو طالب آزادی ما کاری هم نکار من بگو. اطلاع نکن تا قیمت میینی باید اعتراف کن فوره اینا نه دست در نمیه ابراهیم مجدان سلام کشی آسه من؟ نه بعضی وقتا مرد خیلی دیاره وقتی گیری چی بخواب بیاره یه وقتی بگی خوشی آیه ایال ازیت کنی خواهد کاری شدی خبرم کن خب زنگ بزن نمیرا 8 یا 16 نو برو سر بزن من فرار نکنم اعترافی آوت با تا حالا مغازه نزدیکی تا برای هم مغازه چی بشناسیم برای مغازه سلام سلام خوبی خوب سلام That's your name? Leite.
سال نفریسش باز میشه یارم چشم من 160 بسیاری این سال زیاد بالایه مغازه مال نیست این یه کارجه یامونه آقا سایکلی ایده پیت بیاری خرزینی بودی حساب روز زیاد بخواد بالا زیرس هم روز به روز زیر را بالا تو فعلا این نگران کاری تو چیه کاری کار نیستی چی کار کنم والا یعنی خب ما هم اینه زیادیم زیرس روز زیر را بالا گیرن نداریم این با هم کارجه از میکنم میدارم قبلا همه چیز براب خوبی بالاخره یک کلاش بیشتر سی میکنی ولی الان نه دست زنه Yasemin. Yasemin. Yo. No, ain't no gonna see. دمشقانم با خود اومدی؟ دست زنگ ابراهیم نبره خراب کرد. سندال بیا
شما ببخشید این مرزی با داوود ازدواج کرده. حالا سر وقتی که ببینید با مرد غریبی صحبتی اونو چیه؟ اون رفتی نعرف زندگی خش دخالم